السلام علیکم داملای شیرین سخن. با سوال من جواب گردانید. طبق را لیسیدن آیا ثواب دارد؟ اگر حدیث پیغمبر باشد باز خوب می شود. امروز برادرای ما همه حدیث طلب میکنند، همه آیت طلب میکنند. شکر که امروز دلیل میکوبند. دلیل کافتن این نشانه با عقلی و با شعوری شماست که آیا در همین یک کدام مسئله نباشد کنی دلیلش. باور کن شما الحمدلله خیلی پیش رفتین. دیروز من در معرکه این بچه ها نشستیم، یک سخن گفتیم. وقتی من ریشتراشی رفتم دیروز، یک گروه بچه هایی که بگیم سین سال شونم به یک سین سال کلان رسیدن، چنان عقیده ندارن، چنان بی سواد هستن که میگوین که اگر نمی زیر کوی نمکی هست، همین اگر بیره کنی آینه جهانمو در زیر نمی است. باور کن آینه جهانموش چی است؟ من گوش دارم، من با او توجه هم نکردم چی میگن آینه جهانموش در کجا باشه. اینو عیب هستند. اینو باید دیگر در معنی ما و شما باید یک چگونه که خندیدین این باید خنداور باشه. یا گفتن باز همونا گفتن که همین سنگ حضرت امیر جان شرشر بردن، از همو بالای شرشر پرواز کرد اومد با در همین جاش نشست. باور کنین حیرت دا میمانی که نخو آدم اینقدر بی سواد باشه، اینقدر نافهم باشه. اینا را باور نکنین. هر روز دوشنبه با یکی میگد، هر روز دوشنبه میگد شب دوشنبه همین حضرت امیر جان میگد همین خوابگاش میآید. وقتی میآید میگد همین تریزای ما درست میلرزد. با خدا قسم همین را دیروز ما شنیدیم از زبان بچهای با عقل که تریزای ما میجنبه. وقتی حضرت امیر جان میآید مثال خوابگاش تا میدراید. بسیار یک بی سوادی است. انا برای اینا دلیل کافتن در کار کنی دلیلت. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اینا یک مسخره کردن اینمی اسلام ما و شماست. باور کنید یا را این یهودیا در دین ما و شما میدرارند نمی حکایای بی معنی را تا که ما و شما مثال گوش اندازیم. بعضی آدم با شعور و علم دنیایی داشته باشد میگد که همین اسلام همش نمتری دروغ است، اسلام همش حکایه است. اینا را دشمنهای دین میکنند. طبق را لیسیدن پیغمبر خدا گفتند که حضرت جابر روایت میکند امر باللعق الاصابع والصفحه وقال انکم لا تدرون فی ایها برکه. پیغمبر خدا گفتند شما را امر میکنیم اینکه انگشت هاتون بلیسین و طبق را هم، صفحه گفته طبق هم میگن، طبق را هم لیسین، زیرا اینکه شما نمیدانید در کدام مکان طبق برکات هست، شما نمیدانید. در دوام حدیث پیغمبر گفته است که ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فانه لا یدری فی ای طعامه برکه. پیغمبر دستش در همون دستمال نمیشکیده است تا وقتی که اگر دستهاش نمیلیسیده است. از این خاطر لیسیدن طبق، لیسیدن دست شما بسیار برکات دارد، زیرا شما نمیدانید همون برکات طعام در کجای طبق است، در بینش است، در پهلوش است. از این خاطر طعام طبق تازه کنین، انگشت هاتون لیسین، انشاءالله شاید در کدام جایی که وای باشه شما دیراب که کردین. در همین موضوع یک جواب دیگر بر شما میگویم. همه شما آدمای خدا را شکر با عقل هستین، با تمیز هستین، با فراست هستین، لیکن وقتی که در نزد طبق می نشینین هر کدامت پیش از طعام دست هاتون شویید. دست هاتون اگر در همین شرایط ما و شما اگر با صابون شوید با بهترین می شود. شما تصور میکنید همین دستای ما و شما تازه است، وقتی با صابون شوید بعد تماشا کنید که آب همو چخیل است. در چشم این چرک دست نمیتابد. وقتی با صابون میشوین باور که چقدر چرک از دست شما میریزد.
که شما همون طعام گرم وقتی که همون دستهاتون با آب خنک میشوین، با صابون نمیشوین، در همون داخل طعام همون چیپ که شما میرود، بعد شما مریض میشین، شما بیمار میشین. در طبق ها نظر کنید طبق چگونه است، در دسترخوان نظر کنید در دسترخوان چگونه است. امروز ما و شما معرکه داریم که $300 در یک ارتیس میاریم، لکن در یک دسترخوان کلان یک دستمال میپرتویم. یک دستمال برای 100 نفر دستش میشکد. نمیشود که هم 20 سامانی در هفته هم یک لطه دراز بخر، برای هر نفر نه، برای 2 نفر اقلا یک لطه جدا کن. او چگونه دست دارد؟ در دستی او چی است؟ دیگر نوابسته ما و شما در همون یک لطه هممون دستمال میشکیم. این از روی آداب هم نیست، از روی طب هم نیست، از روی اسلام هم نیست. در یک خانه دیگر نشستیم، طبق آوردن، طبق‌های همین شیرازدار، کدام زمانی وای شکستگی به دست که وای شیراز گرفته است، در اطراف همون شیراز باور کنید اگر کمتر یک آدمی با تمیزتر باشد، با همین نوک یک چوب اگر تازه کنی، خیلی چرک در اطراف همون جمع شده است. برای با یک زن حلال پاکیزه تازه کار در کار که باید تازه کنه. خود هم آهنی که در داخل همون طبق از وای خودش زلال آور است. کجا با مثال در اطراف اینقدر چرکی که جمع شده است.